سلام دوستان، با آموزش ساندویچ با خمیر هزاله در خدمتتون هستم. بسیار لذیذ و خوشمزه است. امیدوارم درست کنید تا از طعمش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. خب در مرحله اول قارچ‌ها رو خرد می‌کنیم. گوشت چرخ کرده یا مرغ چرخ کرده رو همراه با پیاز رنده شده و ادویه هایی که داخل کفش نوشتم رو خوب با هم مخلوط می‌کنیم. در این مرحله فلفل دلمه‌ای رو هم به صورت نیمگینی خرد می‌کنیم. گوشت چرخ کرده رو هم اضافه می‌کنیم و همه مواد رو داخل تابه تفت میدیم. خب من در اینجا از کمی کره استفاده کردم برای اینکه خوش طعم‌تر بشه. به صورت دل بخواهی هست، شما میتونید استفاده نکنید. بهش کمی رب اضافه می‌کنیم برای اینکه خوش طعم‌تر بشه و کمی هم پنیر پیتزا برای اینکه مواد منسجم تری داشته باشیم. خب حالا در این مرحله از خمیر هزاله مخصوص شورینی استفاده می‌کنیم. از موادی که درست کردیم روی خمیر قرار میدیم و همونطور که در تصویر می‌بینید خمیر رو به هم دیگه وصل می‌کنیم. با یه چنگال اون رو با هم فیکس می‌کنیم که در موقع پخت از هم دیگه باز نشن. روی خمیر رو شیارهایی میدیم و روی اون رو با کره و زرده تخم مرغ رومال میکنیم. کمی هم پنیر پیتزا میریزیم و داخل فره از قبل گرم کرده به مدتی که داخل کفش نوشتم قرار میدیم. نوش جانتون، لذت ببرید.